الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 15 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه احادیث و مسائل و احکامی را به شما بیان خواهیم نمود که به مسائل گذشته، به موضوع گذشته تعلق دارد. موضوع ما در یک چند حلقه این است که دعوت به سوی الله، دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی شهادت لا اله الا الله، این واجبیت هر یک انسان است و این اولین واجب و اولین دعوت باید از جانب مسلمان باشد. یعنی اولین دعوتی که انسان به سوی اون میکند به سوی این دعوت به سوی الله و دعوت به سوی توحید است و این البته بعد از علم اولین واجبیت است، یعنی دعوت کردن به سوی توحید. و البته مسائل هایی که به این تعلق دارد این است که دور بودن دعوت از شرک و کفر و بدعت و خرافات، از شهرت و از خودخواهی و دعوت به نفس و غیره. اما امروز حدیثی که ما بیان میکنیم که احکام دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، به سوی توحید را بیان میکند و مسائل چند مهم که در دعوت نبودن به سوی الله سبحانه و تعالی انسان چگونه باید باشد و چگونه به سوی توحید دعوت بکند بیان میکند به شما بیان خواهیم نمود. این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم روایت میکنند. حدیث از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یوم خیبر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز خیبر به صحابگان گفتند: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. من فردا این رایه، یعنی بیرق را، انا همین رایه، پرچم، بیرق را ما امروز با یعنی زبان لهجوی بیرق هم میگیم، اما پرچم را به دست یک فرد میدهم، به دست یک شخص میدهم که همون شخص الله و رسول را دوست دارد و الله و رسول هم از جانب خود این شخص را دوست دارند و الله سبحانه و تعالی به واسطه دست این بنده که به دستش بیرق داده می شود، پرچم گذاشته می شود، فتح را در زمین خیبر می کند. این خبر را دادند و نگفتند که این مرد کیست. همون بیگاه مردم خوابیدند و همه‌شان فکر میکردند که کدام از اونها شایسته گرفتن این پرچم میشوند و شایسته این صفت بزرگ میشوند که الله سبحانه و تعالی و رسولش این بنده را دوست می‌دارد و این بنده هم الله و رسولش را دوست می‌دارد. فلما اصبحوا قال این علی بن ابی طالب. زمانی که صبح شد، زمانی که پگاهی شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفتند که علی ابن ابی طالب کجاست؟ فقیل هو یشتکی عینیه. صحابگان به رسول الله گفتند که علی شکایت از دو چشمش میکند. شکایت از دو چشمش میکند یعنی تعبیر از این است، کنایه از این است که چشم علی درد دارد میکند. قال فارسلوا الیه فاتي به. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان را خبر دادند، به علی رفتند و خبر دادند که رسول الله تو را به سویش دعوت میکند، تو را میخواهد. علی به نزد رسول الله آمدند رضی الله عنه صلی الله علیه و سلم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دو چشم علی توف کردند. یعنی آب دهان خود، توف میگوییم ما، آب دهان خود را، توف خود را گرفتند و به چشم دو علی گذاشتند، یعنی به چشم علی توف کردند و بعد از این دعا کردند که الله سبحانه و تعالی چشم علی را شفا بدهد. فبریه، چشم علی هم دردش رفت و چشم علی هم سالم شد و از درد پاک شد. کان لم یکن به وجع،
و از این کسلی دور شد، گویا که این چنین کسلی نداشت. فأتاه الرایه. و رسول الله بعد از این همون پرچمی که وعده کرده بود روزی گذشته در بیگاه، همون پرچم رو به دستی علی رضی الله عنه داد و گفت انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ای علی، به سوی اهل خیبر یهودی ها راه گرد، یعنی به یک نمود راهگردی راه بگرد تا اینکه به صحنه اونها، به نزدیکی اونها بروی و بعد از اینکه به نزدیکی اونها رفتی اونها را دعوت به سوی اسلام نما و به اونها خبر بده که آن چیزی که الله سبحانه و تعالی بر اونها واجب کرده است، آن چیزی که الله از اونها میخواهد و بر گردن اینها واجب کرده است به اونها خبر بده از حق الله سبحانه و تعالی. و میگه فوالله لئن یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. قسم به الله، فوالله یعنی قسم به الله. قسم نمودن، قسم خوردن سه خیل هست، والله، بالله، تالله. رسول الله در اینجا به یک نمودش که والله میخورند میگن قسم، میگن قسم به الله، اگر به واسطه تو ای علی الله سبحانه و تعالی یک مرد را، یک انسان را هدایت بکند، بدان که از بهترین شتر برای تو حمر، شتر سرخ برای تو بهتر است. شتر سرخ در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله بهترین شتر، قیمت بهاترین شتر، مشهورترین شتر بود که بسیار انسان ها آرزوی داشتن این شتر را میکردند. امروز بگویم از همه ماشین قیمتترین جیپ هایی که هست که بسیار انسان ها آرزو میکنند اما رسیده نمیتوانند، دانید که به واسطه شما اگر یک انسان هدایت یابد از این همه چیزها بهتر، هزارها بهتر افضل است برای شما. بارک الله فیکم. این بود حدیث. پس محمد ابن عبدالوهاب هم در این باب رحمه الله این حدیث را ذکر میکنند و در زیر این حدیث 13 مسئله را بیان میکنند. 13 مسئله را از همین حدیث میگیرند، بیان میکنند که تعلق به توحید دارد. یعنی 13 مسئله را از حدیث میگیرند. البته از این 13 مسئله فایده که از این حدیث شیخ محمد بن عبدالله میگیرند 6 تاش تعلق به توحید دارد. اولین مسئله این است که برادران و خواهران بزرگوارم بارک الله فیکم، بدانید که یکی از دلیل های توحید این است، یکی از فایده که از این دلیل هایی که دلالت به توحید میکند این است که آن بلا، مشقت، مصیبت، سختی هایی که به بالای سید المرسلین، بهترین رسولان که محمد صلی الله علیه وسلم بود جاری میشد. ما از این دلیل ها میفهمیم که به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در راه دعوت نمودن به سوی الله، در راه دعوت نمودن به سوی توحید مشقت ها می آمد. به مشقت ها رسول الله دچار می شدند، به ابتلاها دچار می شدند. و این چنین تمام اولیاء الله، تمام اون موحدینی که از علما، بگویم از صحابگان تابعین، تبع تابعین تا به امروز، هر یک علمای حقگو و هر یک اولیاء الله که موحد است و به سوی توحید دعوت نموده است، میفهمیم که هر یک اونها به مشقت دچار شده است، از گرسنگی، از کسلی، از تشنگی، از اذیت قوم. سبحان الله، چه خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مشقت ها کشیدن در هجرت، در جنگ هایی که شده بود، در جنگ بدر و احد و در دیگر غزوه هایی که صحابگان رضی الله عنه سختی کشیدند. و این همه سنت از سنت های الله سبحانه و تعالی است، سنت از سنن الله سبحانه و تعالی است در راه دعوت. هر کسی که بدانید، هر کسی که به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکند، به سوی توحید دعوت میکند، حتما برای اون یک ابتلا یعنی سنجش، یک بلای، یک اتهام های وارد می شود.
از ترمه کردن و از زندان کردن و از تعقیب کردن و از گرفتن و کشیده گرفتن پول مالش، از سبحان الله گرفتن تجارتش و از اذیت و غیره. از همین جهت من و شما نباید غمگین باشیم. ببینید امروز هم تمام علمای حقو در سجنند. سبحان الله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو اذیت دادند. چقدر اذیت‌های سخت دادند، تهمت کردند، حتی رسول الله هجرت کردند که معروف است. و این صحابگان در راه این دین به خاطر رسانیدن توحید جنگیدند، جهاد کردند، خون ریختند، وفات کردند و شهید شدند. و بعد از این علما حق را گفتند. احمد ابن حنبل به خاطر حق ضربه خوردند. چقدر ضربه های سخت خوردند به خاطر یک مسئله، به خاطر اینکه گفتند قرآن این سخن الله است، کلام الله است، قرآن این مخلوق نیست، این سخن الله، کلام الله است. قرآن معنیش، لفظش، حرفش، صدایش، یعنی بگوید قرآن این کلام الله، هم معنیش کلام الله. الله قرآن را به لفظش گفته است، به صوتش گفته است، به حرفش گفته است. الله قرآن را خلق نکرده است. وقتی که این عقیده صحیح را، این مسئله صحیح را احمد ابن حنبل بیان کردند، احمد ابن حنبل را بردند و به نهایت سخت اذیت دادند. و تمام علما، ابن تیمیه رحمه الله را 8 بار سجن کردند و دیگر علما سجن شدند. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به خاطر قائم کردن توحید در جزیره عرب، نشر توحید، چقدر اذیت ها کشیدند. تا امروز همه چقدر سخنهای بد میگوید، اما شیخ الاسلام است رحمه الله. و امروز شیخ علی ابن خضیر الخضیر که سنش 70 ساله است در ترمه این حکومتی طاغوتی سعودی است که تمام علماء اهل سنت را اونجا محکم کرده است. سلیمان العلوان، عبدالعزیز طریفی، صالح منجد، ناصر الفهد و هزارها دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت، از دعوتگران و از علما. و تمام دنیا را امروز سجنش را نظر بکنید، خواه عربی یا غیر عربی باشد، مصر عربی یا که دیگر از دولت‌های عربی یا که دیگر دولت‌های غیر عربی، نظر بکنید که اساساً از همه زندانی‌های سخت‌ترین اهل توحیدند. برای چی؟ برای اینکه علمای اهل توحید در حقیقت حق گویانند و در حقیقت جامعه را تغییر میدهند و در حقیقت انمون مقصد قرآن و سنت را صحیح میرسانند و مردم را از توحید صحیح با خبر میکنند، مردم را هوشیار میکنند، مردم را زنده میکنند. پس این طاغوت ها، کفار و منافقین مرتدین، از این نمود طالب علم، علما هیچگاه راضی نیست، خرسند نیست، به خاطر همین اذیت میدهد. و البته این رفع درجات است. این همه مشقت ها البته به اجر و البته به پاداش نیست و البته این سببی درجه بلند شدن یک دعوتگر و سببی به نزد الله سبحانه و تعالی زود رفتنش است. برای همین وقتی که شما میخواهید که دعوت به سوی الله کنید، نترسید. وقتی که ترسو هستید شما دعوت کردن نمیتوانید. آهسته آهسته با حکمت به دین الله سبحانه و تعالی دعوت بکنید. و مسئله دیگری که از این حدیث میگیریم، ایمان آوردن به قدر، به قضا و قدر. ببینید هر وقتی که یک چیز را شما میخواهید که به دست بیاورید و حاصل کنید، حرکت میکنید که همون چیز از آن شما باشد، اما اگر الله نخواهد نمیشود. اما اگر شما یک چیز را نخواهید هم، اگر الله در تقدیر نوشته باشد به شما میآید. ببینید صحابگان رضی الله عنه بعد از این که فهمیدند که رسول الله میگویند که پرچم را من به دست کسی فردا میدهم، همه صحابگان آرزو کردند، همه خواستند. حضرت علی مریض بودند، کسل بودند، نخواستند، بیخبر بودند، اما همه خواستند، الله به آنها نداد. علی نخواستند، الله سبحانه و تعالی به آنها حضرت داد. سبب چی؟ سبب این قدر است.
پس هر یک رزقی که الله در تقدیر شما نوشته است حتما به بالای شما می آید. گرچنده که نخواهید هم، همون چیز را نخواهید هم، خود به خود می آید. اما یک چیزی که در تقدیر شما نیست، هر چند حرکت کنید هم نمی آید، برای که الله نخواسته است. این یک اصل در دعوت است که باید من شما چی بکنیم؟ این را تعلیم بگیریم و ایمان به همین چیز داشته باشیم. ایمان به قضا و قدر همین است. و این چنین در راه دعوت ضرور است که ما به نتیجه دعوت اهتمام ندهیم، به نتیجه دعوت سخت مشغول نشویم. یعنی نگوییم که دعوت من نتیجه دارد ندارد. یکی از شما وقتی که به سوی توحید دعوت میکنید، هر روز نتیجه کارتون رو شما بررسی نکنید. چه خیلی که امروز اقتصادچیان، چه خیلی که امروز دیگر از این اهل دنیا هر یک کار خود رو هر روز نتیجه گیری میکنن که چی شد، نتیجه چی شد، نتیجه چی شد. دعوت به سوی الله نتیجه اش رو ما در این دنیا دیدنمون شرط نیست. ما اهتمام به نتیجه نمیدهیم، ما به نتیجه دعوت نظر نمی کنیم. وظیفه ما رساندن است، وظیفه ما رساندن و دعوت کردن است، انتشار کردن توحید است. اما نتیجه اش در دست الله است. انک لا تهدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء. ای رسول الله، الله میگه ای محمد، تو هر کسی را که دوست داشتی به این راه دعوت کرده، انداخته، هدایت کرده نمیتوانی، بلکه الله کسی را که خواست خودش هدایت میکند. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، هر آن چیزی که از جانب الله آمده است برسون. وظیفه ما هم رساندن است. الله نگفت که نتیجه رو ببین، تو باید حرکت بکنی که نتیجه بسیار شود. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم امکشون ابو طالب را چقدر کوشش کردن اما دعوت کردند، قبول نشد، نتیجه نشد. رسول الله با تمام هنر دعوت کردند، بهترین، با حکمت ترین، الحمدلله امام الدعوه، امام دعوتگران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، امام با حکمت ترین انسان ها. اما الله سبحانه و تعالی نخواست. پس وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما کوشش کردن است، سعی و تلاش است، کوشش است، اجتهاد است که با اخلاص باشد، با صدق باشد، راستین باشد، نه به خاطر شهرت باشد، نه به خاطر ریاکاری باشد، نه به خاطر دنیا باشد. و بعد از این عمل نمودن به توحید است. ما وقتی که دعوت میکنیم خودمون باید موحد باشیم. ما وقتی که یک سخن رو میگیم باید عمل داشته باشیم. پس زمانی که من و شما کوشش کردیم و سعی و تلاش و اجتهاد کردیم و حرکت کردیم و به صدق و به اخلاص کردیم، عمل نمودیم، بعد از این باید نتیجه اش را به الله گذاریم. نتیجه دعوت ما در دست الله است. والله بالله تالله، در بعض حالت ها شما به یک یعنی اسباب های کم دعوت کرده اید، اما الله سبحانه و تعالی به شما برکت داده است. در بعض حالت انسان به یک سبب های کم دعوت می کند، دعوتش به بعض اسباب ها، سبب هایی که کم است، کم می تابد، اما به همین کم، دعوتی کم، الله سبحانه و تعالی برکه می دهد. و چقدر این دعوتی کم مصلحه های بزرگی را به وجود می آورد. امروز بعضی از برادران میگویند که برادر، این دعوتی که شما میکنید به نهایت یعنی در جای تنگ است، در تلگرام است، کم است، یا که در این است آن است. ما میگیم ما به قدر استطاعت خود توکل به الله میکنیم و حق رو به همین واسطه میرسونیم و از الله میطلبیم که الله خودش این دعوت را زنده کند، الله گوش کنندگان این دعوت را زیاد بکند، عمل کنندگان این دعوت را زیاد بکند، به ما توفیق بدهد که با صدق و با اخلاص و با عمل باشیم. و دعا میکنیم که خواهر و برادران این درس ها را گوش کنند، پهن کنند، نویسند، کتاب کنند، چاپ کنند، در بین مردم پهن کنند. در قدرت ما نیست، در دست الله است. چقدر دعوت های کمی بود که بزرگ شد و بعد از خودش جامعه را تغییر داد. اما در بعضی حالت ها چقدر سبب های بسیاری را به خاطر دعوت انسان میگیرد که نتیجه اش کم است. چرا که
اول امر و آخر امر همه اش در دست الله است. الله به اخلاص دعوتگران، الله به منهج دعوتگران، الله به قلب دعوتگران نظر میکند، به صدق دعوتگران نظر میکند. صدق داشتی، اخلاص داشتی، منهجت به قرآن و سنت موافق بود، دعوتت نه به سوی خودت، نه به سوی خودپرستی، نفس پرستی، نه به سوی هوا پرستی، نه به سوی شهرت، نه به سوی حزب، نه به سوی منفعت، نه به سوی دنیا، نه به سوی کرسی، نه به سوی این چیزی دیگری دنیوی، بلکه به سوی الله سبحانه و تعالی و به سوی توحید و کفر بالطاغوت بود، البته این دعوتت روز از روزها پهن خواهد شد و میوه و ثمره خوبی را از خودش خواهد گذاشت. پس بدانید که نتیجه دعوت در دست ما نیست. و مسئله دیگری که از این حدیث میگیریم این است که دعوت به اسلام، دعوت به سوی اسلام پیش از جنگ کرده هم می شود. چخیلی که در این حدیث میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی به اهل خیبر هجوم کردن و پیش از هجوم کردن و پیش از جنگ را شروع کردن گفتن علی رضی الله عنه دعوت بکن. البته این یکی از قاعده های دعوت است که ضرور است که پیش از جنگ کردن حجت رسونده شد. پیش از به یک قوم جنگ کردن، جنگ را شروع کردن، حتما پیش از قتل، پیش از قتال، پیش از عذاب دادن، پیش از کشتن، حتما باید دعوت اول کرده شد. انسان جاهل را کشتن جایز نیست. اگر پیش از این هیچ خبر نرسیده باشد، دعوت نرسیده باشد، حتما اول دعوت کرده شد. اما پیش از این اگر دعوت رسیده باشد، چخیلی که به اهل خیبر پیش از این دعوت رسیده بود، این دومین مراتب دعوت کردن یک از بابی یعنی سنت است، مستحب است که باب که ندارد. در این مسئله چخیلی که سخنی که من میگم از کتاب تیسیر العزیز الحمید، شرح کتاب توحید سلیمان بن عبدالله، صفحه 110 است، و اینچنین در کتاب فتح المجید شرح کتاب توحید که مؤلفش عبدالرحمن بن حسن هستند، شیخ مجدد الدین الثانی رحمه الله علامة اهل السنه والجماعه، در صفحه 92 ذکر شده است. بارک الله فیکم. اما مسئله اینجاست که آیا در همین زمان معاصر، در همین زمان ما که امروز وجود داریم، آیا به هر یک اگر یعنی مسلمان ها اگر مجاهدین با کفار جنگ کنند حتما باید اول دعوت کنند، حتما باید دعوت رو رسونند، یا دعوت رو نرسونیده جنگ کنند هم جایز است؟ جواب این است که علما میگن والله اعلم در این زمان دشمنان اسلام، دشمنان این دین، مراد این دین، مقصد این دین و تمام خواهشات این دین رو فهمیدند. به خاطر همین رسانیدن دعوت واجب نیست و ضرور نیست. دلیل یعنی حجت از سخنهای علمای اهل سنت است که علمای سلف به مانند احمد ابن حنبل میگن. احمد ابن حنبل پرسیده شدند هل یدع احد اليوم، ای احمد ابن حنبل آیا در همین زمان ما، در زمان احمد ابن حنبل یعنی تقریبا چند سال پیش، 1200 سال پیش، آیا در زمانی همین شما احمد ابن حنبل آیا کافرها رو پیش از جنگ کردن دعوت میکنیم یا نمیکنیم؟ احمد ابن حنبل گفتند فقال لا اعرف اليوم احدا يدعى، من امروز نمیدونم یگون کسی رو که دعوت کرده شود. چرا؟ قد بلغت الدعوه، دعوت به اونها رسید، حجت قائم شد. كل احد فالروم قد بلغتهم الدعوه وعلموا ما يراد منهم، به تمام انسان ها دعوت رسیده است. به روم دعوت رسیده است. روم یکی از دولت های بزرگ همون روزه، دعوت به اونها رسیده است و اونها فهمیدند که مرادی اسلام مسلمین چیست. و این سخن در کتاب مغنی، المغنی و شرح، مجله دهم صفحه 380 آمده است. پس این چنین امام ترمذی از امام احمد ابن حنبل ذکر میکنند و میگند که احمد ابن حنبل گفتند قال احمد لا اعرف اليوم احدا يدعى، در امروز یگان نفری رو نمیدونم که دعوت کرده شود. یعنی پیش از جنگ در امروز دعوت کردن شرط نیست. اگر در زمان احمد ابن حنبل این چنین باشد، در زمان ما باز البته سخت‌تر است. این یک مسئله بود. مسئله دیگری که به نهایت مهم است و از این حدیث فایده گرفته می شود و این یکی از یعنی شرطی دعوت به سوی توحید را بیان میکند، دعوت با حکمت. برادرم و خواهر بزرگوارم، دعوت باید با حکمت باشد.
وقتی رو یک کسی رو دعوت میکنید ببینید دیدید که در حقیقت به سوی حق مائل است، مؤثر به حق است، حق رو میخواهد، به اون به ملائمی، به مهربانی، به حکمت سخن کنید و دعوت بکنید. حکمت همین است که به اون به مهربانی و ملائمی سخن میکنید. وقتی دیدید که یک انسانی که شما دعوت میکنید به سوی حق مائل نیست، به سوی باطل مائل است، به سوی باطل می رود، به دعوت اهمیت نمیدید، در این حالت، در حالت دعوت کردن شما باید چگونه دعوت کنید؟ به اون آیات ها و احادیث رو بیارید که به عذاب دلالت کند، عذاب روز قیامت رو ذکر کنید، در جهنم چه خیل عذاب ها است و چگونه انسان وقتی که به توحید میمرد چگونه عذاب میکشد، خالدا مخلدا فی النار میماند. این چنین دعوت میکنید. اما کسی که اصلا ملحد است به اون با دیگر شدت و غلظه البته دعوت میکنید. پس بارک الله فیکم، یکی از شرط های دعوت این به حکمت است. حکمت گفتیم به همون کسی استفاده برده می شود که مائل به سوی حق باشد، طلبات حق داشته باشد. حکمت چیست؟ ما از کجای این حدیث حکمت رو میگیریم؟ از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه گفتند اخبرهم بما یجب علیهم، ای علی به همون اهل خیبر که یهودی از اهل کتاب بودند به همونها خبر بده که الله به ویها چی چیز رو واجب کرده است. یعنی اولین مهمترین چیز چی است؟ همون فهمون. و این اصل قاعده دعوت است، قاعده از قاعده های بزرگ و اصلی قاعده دعوت است. دعوت به حکمت. دعوت به حکمت یعنی چی؟ یعنی دعوت به حکمت معناش این است که از همه چیزی مهم رو باید ذکر کرده شود. از همه چیزی مهمترین اول باید ذکر کرده شود و بعد از این مثلا اول اصل دین ذکر کرده می شود، اول توحید ذکر کرده می شود، اصل ایمان ذکر کرده می شود و بعد از این واجبات و بعد از این مستحبات. ما 3 مراتب ایمان داریم. مراتب ایمان، اصل ایمان 6 تاست که هر کسی ترک کرد کافر می شود یک باره. توحید، دومش شرک و سومش الکفر بالطاغوت، چهارمش الولاء و البراء، پنجمش عدم الانتماء و التولی، ششمش خواندن نماز و دادن زکات. اصل ایمان. اول ما باید به سوی همین مردم را دعوت بکنیم. اول به سوی توحید و ترک شرک، الکفر بالطاغوت، الولاء و البراء، ترک نکردن عمل، خواندن نماز و به زکات. آیسته نمیشه. و بعد از این واجبات. وقتی که اصل دین را اصل ایمان را قبول کرد، بعد از این واجبات ایمان و بعد از این واجبات ایمان مستحبات ایمان. اما یک نفر بیاید و اول از مستحب سر کند، توحید در یک طرف خراب، در یک طرف انسان مشرک، اما یک انسان بیاد مستحب مسائل اختلاف را فهماند، این حکمت نیست، این جهالت است، این بی‌حکمتی است. حکمت اول باید آدم از همه چیزی مهمترین دین را رساند که این اصل ایمان است، این توحید است، این ترک شرک است، کفر بالطاغوت است. و بعد از این انسان باید دعوت به سوی واجبات کند. بارک الله فیکم. پس این است که انسان از کلمه حکمت باید چی را فهمد؟ باید فهمد که در دعوت باید از همه مهمترین چیز را فهمد. مهمترین چیز چی است؟ این توحید است و بعد از توحید واجبات را به سوی واجبات دعوت بکند. یعنی اون چیزی که از واجبات الله به این انسان ها مردم چی کرده است؟ واجب کرده است. مثلا وقتی که توحید را قبول کرد، بعد از این نماز و بعد از این زکات و همچنین میبرود. اما کسی که توحید را ترک کرد، دعوت به سوی توحید نکرد، داند که از همه بزرگترین خطاگی را انجام داده است، منهج رسول الله را ترک کرده است، خطای بزرگی که بعد از این اصلاح به وجود نمی آید. سبحان الله، از همه مهمترین چیز را ترک نموده است و از پایین ترین چیز شروع کرده است. این آدم حکیم نیست. این آدم حکیم نیست و دعوتش با حکمت نیست. پس ببینید ملت تاجیک، ببینید که ملاهایی که شما را دعوت کردند تا امروز، دعوت هایی که هست، به شما توحید را خبر دادند، به شما ترک شرک را خبر دادند که این شرک است، باید دست کشید وگرنه آدم
اگر به شرک وفات بکند ابدالابد جهنمی می شود. کفر به طاغوت را در دعوت های این علما فهمیدید؟ الولا و البرا را فهمیدید؟ نفهمیدید. اگر نفهمیده باشید دانید که اینها حکیم نبودند، حکمت را در دعوت ترک کردند. یکی از شروط بزرگ دعوت را ترک کردند و این از سبب بدعتی بودن اونها است، از سبب مائل بودن به صوفیگی اونها است. اونها یا صوفیند یا مائل به صوفی. مائل به صوفی را ندیدیم، همه اش صوفی است. اعلان میکند یا نقشبندی یا دیوبندی یا که قادری هست و عقیدهش از جانب دیگر ماتریدی است و غلط است. برای همین صدها، 200ها، 300ها ساعت امر معروف را گوش میکنی، همه اش از باب مستحب است، همه اش دعوت به سوی مستحب است. آداب، اخلاق، تازگی، پاکیزگی، سخن زیبا گفتن، تبسم کردن، حق همسایه، به خانه کس نگاه نکردن، چگونه راه گشتن، فضیلت این، فضیلت آن و غیره، که این همه مستحبات است، یا که از سنت است یا که از سنن است، از مندوبات است. اما توحید فراموش شده است، اصل ایمان فراموش شده است. یک امر معروف درباره توحید نیست، آن موضوعی که الله به خاطر همین من و شما را خلق کرد در این موضوع سخنی نیست. پس اینها آیا حکمت دارند در دعوت یا ندارند؟ ندارند، اینها بی حکمتانند. پس معنای حکمت امین است. اما در این زمان ما یک قضیه معاصر را ذکر بکنیم، یک مسئله که در زمان ما در مسئله حکمت وجود دارد. امروز حکمت در نزد هر یک کس به فهم خودش است، اما ما اهل سنت و الجماعت حکمت را به فهم قرآن و سنت باید فهمیم. چه خیلی که گفتم، حکمت دعوت نمودن به سوی از همه مهمترین چیز توحید. حکمت از همه چیزی مهم را اول گذاشتن که این اصل ایمان است، بعد از این واجبات، بعد از این مستحبات است. چه خیلی که از این حدیث علی رضی الله عنه گرفتیم، از حدیث سهل بن سعد. اما صوفی در نزد خودش حکمت دیگر دارد. به نزد صوفی ها روید، صوفی ها دعوتش به سوی آداب، به سوی انسان پرستی و قبر پرستی، به سوی ترک توحید، به سوی ترک کفر بالطاغوت و انمین رو ویها حکمت میداند. اگر توحید دربارهش صحبت بکنید، اگر درباره کفر بالطاغوت صحبت کنید، درباره الولا و البرا صحبت کنید، شما را به حکمت، شما را خوارج، شما را یا وهابی و سلفی میگوید. والله بالله تالله به این عملهایش منهج رسول الله را طعنه میزند، دین رسول الله را طعنه میزند، تمام صحابگان را طعنه میزند. این حکمت در نزد صوفی دعوت کردن به شرک است. حکمت در نزد صوفی ها آدم پرستی است. یک شیخ میپرستی. همه صوفی ها را ببینید، یک شیخ دارد، همون شیخ میپرستد. اگر گوید که این غلط است، این مخالف توحید است، انسان پرستی، ارباب و انداد گرفتن جایز نیست، میگن که به حکمت نباش. این از حکمت است که ما همین خیلی کنیم. اعوذ بالله من ذلک. این حکمت نیست، این جهالت است. این حکمت نیست، این راه شیطان است. حکمت الله و رسول یک باره بیان کردن حق است و ترک این شرکیات است. اما حکمت در نزد حزبی ها را ببینید. امروز حزبی ها در این زمان دعوت به سوی دموکراسی میکنند، دعوت به سوی علمانی و لیبرالی میکنند، سکولاریزم میکنند، دعوت به سوی دنیویت میکنند. میگن که ما دنیویت میخواهیم، ما به این ترتیب عالم جدید، این ترتیبی که تقریبا یک قرن است که در بالای امت اسلام است که زن و مرد برابر است، تمام حلال های الله کرده حرام است، واجبیت های الله منع است و این چنین از همه بدش این که حرام های الله حلال کرده می شود. بین مسلمی و فاجر و فاسق و فاسد و کافر و مرتد فرق نمانده است و این حکم به حکم غیر الله کردن است، سودهای غیر الله و رسولش است. میگن که این حکمت است. ما همه اینها رو قبول میکنیم، همه این شرکیات رو قبول میکنیم، همه این کفریات رو قبول میکنیم. این حکمت است. یعنی مرتد شدن و کافر شدن حکمت بوده است. به همین میگن ما دعوت میکنیم به حکمت نباشید. میگن باز میگن که با حکمت نباشید. حکمت چی است ای بدبخت؟ حکمت چی است؟ حکمت پیرو شدن به قرآن و سنت است. حکمت نجات است. حکمت نتیجه اش جنت است. اما حکمت شما نتیجه اش جنت است یا جهنم است؟ جهنم است. حکمت این نیست که انسان مشرک بشود.
والله بالله تالله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر مثل شما حکمت میکرد از مکه به مدینه نمیگریخت، از مکه به مدینه هجرت نمیکرد. اما رسول الله به مشرکین خبر داد که مشرکین شما مشرک هستید، شما کفار هستید. قل یا ایها الکافرون، شما کافر هستید، شما مشرک هستید، شما جهنمی هستید، دین شما باطل است، منهج شما باطل است، قاعده زندگی شما باطل است، سودهای شما باطل است، محکمه شما باطل است. وقتی که رسول الله این همه رو گفتند، حتی بت‌ها رو شکستند، با دست خودشون پیش از هجرت بت میشکستند. خیلی که حدیثی حسن حدیثی به این دلالت میکرد با همراه حضرت علی رضی الله عنه. بعد از این قریش هجوم کردند، صحابه رو به قتل رسانیدند و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد. این حکمت است، حکمت بیان کردن حق است. حکمت کافر شدن و مشرک و مرتد و منافق شدن نیست. حکمت بیان کردن حق است. وقتی که نمیتوانی حق رو بیان بکنی، خاموش باش. وقتی که نمیتوانی خاموش باش، به فرزندت، به زن و اهل عائلت تعلیم بده. وقتی که راه دعوت رو نفهمیدی، نباید کافر شوی و دعوت بکنی. امروز ببینید صوفی ها میگن مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جشن میگیریم، این یک حکمت، یک راه دعوت. نه والله، این حکمت نیست، این بدعت است. بدعت هیچگاه این حکمت نشده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کل بدعت ضلاله، تمام بدعت گمراهی است. گمراهی چگونه حکمت است؟ حکمت نجات است، گمراهی نیست. حکمت نور است، بدعت این ضلالت و گمراهی است، تاریکی است، شرمندگی است. امروز میبینید که جشن نوروزی یک ایدی مجوسی ها رو میگیرد، میگد که این یک حکمت در راه دعوت است. به همین واسطه ما دعوت میکنیم، با واسطه جشن گرفتن ایدی مجوس، با واسطه جشن گرفتن ایدی کفار، با واسطه تبریک کردن اونها، با واسطه بنده شدن به اونها، با واسطه طاغوت پرستی هیچ دعوتی نمیشود. این دروغ است و این دعوت به سوی شیطان است. شما برای همین برادران و خواهران عزیز فریفته اینها نشوید. اینها شما را گمراه میکنند. عاقبت اینها جهنم است، دیگر جایی نیست. توبه بکنید، حالا هم بر وقت است. به سوی توحید بازگردید، به سوی الله بازگردید، به سوی یکتاپرستی بازگردید. دیگر نجات وجود ندارد. رقص و بازی، اختلاط با سرودخوانی و با غزلی، با این چیزها دعوت نیست. امروز میبینید یک کسی دیگر رو میبینید که سمی یوسف گوش میکند، یعنی الله میگوید و موزیک دارد، موسیقی دارد. غزل ها با همه اش موسیقی، همه اش حرام است. والله بالله تالله. گرچنده که شاید مصلحت دارد، شاید دلی کسی رو یعنی آرام میکند، دلی کسی رو ملایم میکند، کسی رو به گریه میاندازد. غزل درباره پدر و مادر تو است. غزل موسیقی دارد، حرام است. غزل موسیقی دارد، والله بالله حرام است و این اجماع صحابه است. اختلاف در بین سلف امت نبود. زن و مرد یک جا شدن و رقص بازی کردن حرام است، والله بالله تالله. جشن گرفتن عید کفار، والله بالله تالله حرام است. نامش را دیگر کنیم حرام است. این دعوت نیست، به این واسطه دعوت نمیکنی. این حکمت نیست، این خواری است، این گمراهی است، این دعوت به سوی شیطان است. این یعنی بنده شدن به شیطان است و این حجت های شیطانی است. این دلیل اینو دلیل ندارد. حکمت شرعی چیست؟ حکمتی که ما میگوییم، حکمتی که قرآن و سنت میگوید چیست؟ آن حکمتی که الله و رسولش میخواهد، آن حکمتی که الله و رسولش گفته است که دعوتت باید به سوی توحید باشد. حکمت از همه چیزی مهم را اول ذکر کن، توحید است، و بعد از این واجبات را ذکر کن و بعد از این مستحبات را ذکر کن. وقتی که الله و رسول به ما این خبر داد، ما البته سمعنا و اطعنا، شنیدیم، اطاعت میکنیم. سبحان الله، سبحان الله. برای همین میگیم که سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیاموزید که رسول الله در مکه چگونه زندگی کردند، در مکه چگونه حق را ظاهر کردند، چگونه با مشرکین جنگیدند، رسول الله چگونه به مشرکین براءت را اعلان کردند،
چگونه صحابه های کرام از مشرکین براءت را اعلان کردند، آشکار به زبانشون بلند گفتند که دین شما باطل است، شما مشرک و کافر هستید، شما جهنمی هستید، توبه کنید. اگر براءت نمی بود در مکه، اگر پیامبر براءت را اعلان نمی کردند، کفر به طاغوت نمی بود، از مکه هجرت نمی کردند. سبب هجرت همین است. ابوبکر رضی الله عنه و چندین صحابه به خاطر همین کفر به طاغوت، الولا و البرا زده شدند، ضربه زدند. قضیه یعنی بین پیامبر و بین صحابگان و پیامبر و صحابگان و مشرکین، بین مشرکین و مسلمین در مکه در اول امر مشکلی در چی بود؟ پرابلم در چی بود؟ در یگانه دانستن الله در عبادت، یگانه دانستن الله در حکم، یگانه دانستن الله در محکمه، یگانه دانستن الله در تشریع و کفر به طاغوت، کفر ورزیدن بر طاغوت بود. پس زمانی که ما به نام حکمت این توحید را نابود میکنیم، کفر به طاغوت را نابود میکنیم، امروز این حکمت نیست، اون حکمت نیست، دین نابود میشود. و البته این منهج ما نیست، این منهج اهل بدعت است، اهل ضلالت است، اهل لغزیده شدگان است که از الله سبحانه و تعالی میطلبیم که ما را خودش هدایت بکند. و امروز ببینید حکمت مدخلی ها هم به خودش حکمت دارد. میگد این از حکمت است که روی به این طاغوت ها، این مرتد ها، به کارگرهای امنیت همکاری کنی، این کافرهای مرتدهای حاکمها را اونها را بگویی ولی الامر. این حکمت است، این حکمت نیست. بار دیگر میگیم این بنده شدن به شیطان است، خیانت به دین است و خیانت به امت اسلام است و الله خارشون کند همین منهجشون. البته اینها را شرمنده و شرمسار کرد و به امت اسلام ظاهرشون کرد و الله باز اینها را ظاهر بکند و شرمندهشون بکند. بارک الله فیکم، حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسونم.